مامان. مامان دلم خیلی برات تنگ شده. یادت همیشه بهم میگفتی شماره‌تو حفظ داشته باشم که اگه یه وقت گم شدم بهت زنگ بزنم سری پیدام کنی. مامان من الان تو زندگیم گم شدم. چیکار کنم مامان؟ مامان کاش این دفعه یه جور دیگه از خدا بخوای که بشه. آدمو خیلی اذیتم میکنم مامان. دیگه طاقت ندارم. کاش نزدیکم بودی مامان بغلت میکردم. دلم خیلی برات تنگ شده. اصلا دوست ندارم راجع به این مشکلات بیام باهات حرف بزنم. اذیت چی غصه‌ام بخوریم مامان، ولی من غیر تو هیچ کسی ندارم که باهاش حرف بزنم. خیلی دوست دارم مامان.